عزیز و گرامی حاجی میرزا، از شما خواهش داریم با این سوال ما تعجیلا پاسخ دهید. در محله ما کوچه کیروف مرد زندگی میکند که 5 وقت نماز را در مسجد با جماعت میخواند و نماز جمعه نیز میرود، اما با زم این باری سوم است که با زنهای مردم علی خصوص رفیق نزدیک خود زنا میکند. علاکه 3 خانه مسلمان را حرام کرده است و آن زنها را خانوایران کرد و آنها همچون دیوس زندگی دارد و تقدیر این عائله ها در دنیا و آخرت چی خواهد شد و حکم این مرد دیوس چیست؟ آیا نمازهای او به او منفعت دارد یا نه؟ حکم او از روی قرآن و حدیث چیست؟ التماس مفصل جواب گویید و شما عمری دراز خواهان هستید. برای همین گفتم که در ما و شما نمازخوان‌هایی هستند که در برابر نماز زنا میکنند، عرق مینوشند، دزدی میکنند، هر چی که خواهند در برابر نماز کردن میگیرند. این برادرم سوال دادن که در کوچه کیروف که شخص زندگی داشته است که 3 خانه هست که زنا میکند، 3 خانه است که ویران میکند، اون بیچاره که البته صاحب فرزندند دیگر علاج ندارند، با همون زنها زندگی دارند. حال این انسان چی میشه؟ امام غزالی در کتاب مکاشفت القلوب در باب امر معروف و نهی از منکر قصه یوشع ابن نون میارد. پیغمبر بود، میگوید با یوشع خداوند خطاب کرد که اینی مهلک من قومک 40,000 من خیارهم و 60,000 من شرارهم. اگه یوشع این پیغمبر بود، خدا به اون ندا کرد که ای یوشع تو همگی 100,000 قوم داری، 100,000 قوم، 100,000 نفر داشته است. الله گفت که 40,000 همین آدمای خوبند، لیکن 60,000 همین آدمان ناخوبند. الله گفت که اینی مهلکون، من همش گفت نابود میکنم، هم 40,000 خوبه هم 60,000 خوبه. ای یوشع همگیش نابود میکنیم، همش هلاک میکنیم. حضرت یوشع حیرت ماندن، گفتن هؤلاء الاخیار هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار. ای پروردگار، همین 60,000 که بدبخت و زیناکار است، همین 60,000 نابود کن. آیا 40,000 اهل علم، اهل مسجد، خدا ترسن، اینا را چرا هلاک میکنی؟ الله گفت لم یغضب بغضب و واکلوه و شاربوه. گفت این 40,000 به خاطر آن هلاک میکنم که این نفرهایی که زنا میکنن، خیانت میکنن، کارهای نادرست میکنن، این 40,000 پیش راه اینها را نمیگیرن و اونها همنشینند، غضبناک نمیشوند، قطعشان مراسا دارن، قطعشان سلام علیک دارن، یک جا در یک خانه با گفتگو دارن. ببینید من که پروردگار هستم از عمل اینا غضبناک شدم، لیکن این آدمای خوب غضبناک نمیشوند، به خاطر که اینها هم که در عمل بد اونها راضی اند، به خاطر این اول این 40,000 نابود میکنیم. برادر عزیز و گرامی، اگر همون یک قومی که در همون کوچه کیروف است، همه شما که وقتی که پیش راه همین یک انسان گرفتن نتانید و در دورهای پیش یک آدم دزدی میکرد یا یک کاری نادرست میکرد، وکیل و داملا و همه کسا جمعش کردن محاکمش میکردن، در بین مردم جمعش میکردن، در بین مردم میبراوردن، گپش میدادن این چی عمل است که تو دست میزنی؟ خیلی یک بار شد، مقصد یک کاری هست که ممکن است هر کس سر زند، و 2 بار شد، 3 بار شد، این چی کار هست؟ برادرای عزیز و گرامی، او شیخ سعدی میگو که چونین گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم که آب یک جویکی خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. ببین آلی آیسا میگه یک نفر ای
اهمیتش نمیتین، ولی چند کس میشوند همون محله را همش رسوا میکنند. این بدبختی این انسان زیناکار با در چند انسان دیگه تاثیر میکنه. شما تصور کنید که یک خانه که 6 کودک و 7 کودک دارد، این بدبخت ناکس وقتی همون خانه را که حرام میکند، فرزندا به تربیت، پدر دیگه با مادر خوب نیست، دیگه تا آخر اینا با یکدیگر قهری، ای بیچاره شاید شرایط دیگر خانه نداشته باشد، شرایطی در دیگر جا حیات نداشته باشد. ببینید قریب سر 10-12 آدم در یک عائله، اگر 3 عائله ممکن 20 نفر باشد، 20 نفر یک آدم پرازیت در هم محله همه را سرگردان کرده است. اما محله چی؟ دور ایستاده و نگاه میکنند. نه برادر عزیز، شما هم چاره ببینید. شما روید او را در خانهش نانش نخورید، در خانه‌تون نان آب کردین، در خانه‌تون در آب نانتون راهش ندین. مسجد که آمد و از اون پاکر که مسجد جوابش دین رود، خیلی آدم برای مسجد لازم نیست. دورای پیش در برای چی آدم را مثل کوری و رجیدا میکردن کتاب که عبرت گیره؟ برای چی پیغمبر خدا گفتن والله تهجر الا فی البیت؟ وقتی که زنت اطاعت نکرد، وقتی معاملات خوب میکنی زنت گوشتی نکرد، جاگت از تنش جدا کن. مثلا در هم یک خانه خواب جاگت تو در او کنج خانه و در این کنج خانه زنک خواب کنه. وقتی جدا که ایستادین ممکن همون زن عبرت گیرد که خیلی عملهای ناخوب کردم و مرده کنه فارید جاگش از خانه من جدا کرد. شما هم این انسان که آدم ناخوب باید جداش کنید، این ده حق دارین شما. این چخیل جمعه خانی است، این چخیل 5 وقت نماز رفتن است که باز 3 خانه را در یک محله حرام میکنید. این حکم قرآن و حدیث است برادر عزیز. لیکن در این مسئله هم نسبت زنهاتون هم سختگیری داشته باشید. از قانون در برند زنک میگه من راضی بودم، تمام میگه برین جواب. برای شما نسبت زنهاتون هم توجه داشته باشید. ولی بسیار مردم ما که مردم مهمان نوازن، بعد یک یار رفیق مون که آمد بعد چیکار میکنیم؟ بعد زنک میگه میگی خدمت کردم بگی. پیش همون یار رفیق مونده، بعد زنکامون خدمت میکنن. بعد خمراز شیدن که میگیرد، خواهی نخواهی نگاش میکند، خواهی نخواهی چشم در چشم همون میزند. خب 1000 فکر 1000 خیال در دل زنک در دل همون گویم مهمان نگذره. این رفیقش میگد، آدمی را که مثال خانه‌اش ویران کرده است رفیقش است. اینا ما و شما یک سادگی دیگه داریم. خیر خدمت که نباشیم برادر عزیز خانه مسته که برم مهمان شه. آخی مهمان نوازی نیست دادر عزیز. و ما از این خیلی رفیق بیزاریم به نام خدا که من خودم نباشم در خانه من رفته مهمانی کنه. این ممکن نیست. حبیب خدا نمیدانست گفت که وقتی که شما با یک زنی بیگانه که باشین، سیوم شما شیطان است. برادر عزیز و گرامی، این سادگی ها را پرتای. ما مهمان نوازیم، ما مهمان را دوست میداریم، لیکن در حضور خود ما زنی ما حق ندارد که رفیق مرا مهمانداری کند. این ممکن است که زنی ما برآمده با رفیق من سلام علیک کند. برای این مسئله را هم شما دادر عزیز جدی بینید. همون زنها را هم فهماندن در کار. همون جای سستی و جای بیم که همون سادگی هایی که هست، همون جا را نقطه گذاشتن در کار است. لیکن این آدم برادر عزیز شما محاکمه کنین. پیش ادمی رمضان مردم را جمع کنین، وکیل بیارین، داملا را بیارین. برای چی این آدم در این کار چنگ میزند؟ فرزنداش را بیارین. خب تو که فهمد که مثال این مردم خواب نیستن، این مردم از اون میترسن، برای او درس شود. حیفی همون نماز و حیفی همون جمعه. اون نماز هم کنیست، اون جمعه هم نیست. او شخصی که زنا کرد و او شخصی بیراهگردی کرد و اکنون نماز خوان فکر کرد که نمازش نماز است، نمازش کلا نماز نیست برادر عزیز. او هیچی اون نماز هم ندارد، او عبادت هم ندارد، او دروغ و مسخره کردن است، او فریب دادن است. خب یک برادر با یک برادر دیگر خانه کردیستند.
یک برادر برای یک برادرش خانه ساخته است، بی پول در حق همون گفتن دعا کنید. استا انور وکیلی چرمگرای پایان خب در حق پدر و مادر دعا طلب کردند، در حق محمد جان و نوروز جان دعا طلب کردند، در حق الهام جان دعا طلب کردند. از ناحیه مومن آباد حاجی میرزا از حساب باغش 200 سامانی این مرد گذشته است، فرزندانش خیریه کرده. در حق الهام جان دعا کنید، در حق شخصانی که در صندوق خیریه دعا خیر کردن دعا کنید. خداوند خیر احسان ها را قبول و امید و آرزوهاشون خدای مهربان حاصل گرداند و این ماه مبارک خداوند برای همه ما و شما مبارک گرداند و روزه گرفتن این ماه را خدا به همه ما و شما موفق گرداند و تا آخر این ماه خدای مهربان همه درد و غم و مشکلات از بالای سر ما و شما دور بگرداند. برادرای مهمانی که در این مسجد هستند خدا در قدماشان حسنات نویساند، صحت و سلامت آمدن خداوند صحت و سلامت به خاندانشان رساند. آمین یا رب العالمین. یک اعلان دیگر دارم برادر عزیز، همینم با دقت گوش کرده باشین. ما خیلی تایی چند وقت بود که دو میکردیم که در پهلوی همین مسجد ما یک مدرسه سازیم، پیشنهادها کردیم. خب و خدا را شکر که اجازه چه گرفتیم، اجازت دادن که مقصد مرحمت فقط ما این مکتبی که می سازیم از 2 بخش عبارت است. گویم 50% 4 زبان می رود، یکی زبان روسی، انگلیسی، عربی و تاجیکی و 50% دیگرش انشاءالله علم قرآن حدیث است. و همین برای ما هم رخصت دادن. دیروز من بودم در همون حکومت ها گفتن که البته اعلان کنین مثلا از پای ساختمان شبه و همین خاطر حاضر فقط مسئله می زمینش کمتر ولی حلی خودش نیافته است، زیروی زمینی که در پهلوی مسجد ما است زمین ما نیست، لیکن ما کوشش داریم که همین زمین همون زمیندارا انشاءالله در بلنس ما میگردانند. ما در همینجا خدا خواهد همون مدرسه زمانویی که گوییم با دیپلم و با تمام بها و با معلم و با همون چیزی که هست، همون قاعده‌های حاضر زمانی که هست، همونش قطعی خدا خواهد انشاءالله از پیش میشویم. و 2-3 برادرهای داریم که خدا خیرشان دهد، گفتن شما کاری که آغاز کردین ما همراه شما هستیم، کمکتون میکنیم. چگونه که همین مسجدها در مدت کوتاه ساخته شدن، همینجا مبلغ‌های خیلی کلان رفتگی هست. خدا خواهد همیشه هم با دعای شما و با دستگیری شما انشاءالله همیشه می شود که در شهر ما و شما هم جایی هست که بچه‌ها مثال از همه علم خدا خواهد بهره‌ور می شوند و معلم‌های این مکتب گوییم که تأمیناتش